ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори 60. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. کلمه های مرکب از قبیل عیبچین، بدحال، بیمدل، باریک حرف، دمساز، دهدله، دیو مردم، دوزخگلو، گدا چشم، گمانانگیز، غلط افکن، زنده سخن، عشق‌آمیز، کژ امید، کهنه آموز، نانکور، نانخواه، نانخوریش، آبکور، آتش زنه، آخراندیش، پایمرد، پایمزد، پرقند، پرخون، صد ساله، سرگذشت، سیاه اختر، سخنکش، سخنکوش، سخن آباد، تلخ گوهر، خط نسور، خیره سر، خامریش، خردبین، خوشحال، شیرگرم، شیشه دل، جوشاجوش، یک روزه و غیره که احتمال بعضی از اینها ساخته ذوق خود مولانا باشد، در آثار او زیاد به نظر می رسند. از ویژگی های نحوی خاص زبان سروده های مولانا تکراری چندین باره یک کلمه به وظیفه معین شونده و مخاطب می باشد. از همه اوهام و تصویرات دور، نوری 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 نور. یا کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن ای پیرخر ای پیرخر. ولی در سروده های مولانا این تکرارها تنها صورتی تکرار دارند و در معنا تکرار نیستند. به چشم نکته‌بین نکته سنج چنین تکرارها تازگی و نوگانی های نظررس دارند. زبان مثنوی سرشار از قالب و ترکیب های زبان زنده مردم بوده، امروز نیز برای اکثریت قابل فهم و درک است. این نکته که مولانا زاده و پرورده آب و خاک خراسان و ماوراءالنهر است و سروده های او سرشار از تعبیر و عباره و کلمه و واژه های خاصی این دیار و زبان تاجیکی است، جایی بحث ندارد.
مولانا در کاربستی کلمه و ترکیب‌های گفتگویی مردم و عباره‌های ریخته این مرزوبم مهارت خاص دارد. در اشعار او کلمه‌های گفتگوی تاجیکی از جمله بیروزی، بی نصیب، بی تقدیر، مجازن مفلیس، دادر، دهکسه، گولک، کودک، شو، چاروق، پاتابه، کرته، پوستین، ختنسور، بنگی، گنده، تاقی، کمپیر، همشیره، کرچ، ماچ، بوسه، گرگین، خپ، شل، شیرگرم، شرفه، صدای پاماندن، فربه، استا، جوال، سودا، خرید و فروش، سوداگر، تاجیر، خریدار، فروشنده، نغز، پالیز، جای کاریدنی سبزوات، چیرک، مجازن پارو، تغاره، استانیدن، بازداشتن، توقف کردن، منگیدن، نیم غرمه چیزی گفتن یا خواندن، لط کردن، زدن و عباره های ریخته به مانندی بادی بروت، بو نبردن، سرخاریدن، لب گزیدن، نفس بستن، هوا گرفتن، دست شستن، خواب در چشم حرام کردن، دهان باز ماندن، باد پیمودن، آستین افشاندن و غیره استفاده شدند. برای نمونه در زیر چند بیت که در آنها کلمه و عباره‌های گفتگویی تاجیکی استفاده شده اند ذکر می‌گردد. هر کی جز ماهی ز آبش سیر شد، هر کی بی روزی است روزش دیر شد. آن ضیاء الحق که خوش الهام بود، دادری آن تاج شیخ اسلام بود. می شود ز الهام ها و وسوسه، اختیاری خیر و شرطی دهکسه. چاروقت ربعی کدامین آصف است، پوستین گویی که کرته یوسف است. مرده پیشی او کشی زنده شود، چیرک در پالیز روینده شود. یا عباره بادی بروت که به معنای غرور و تکبر و خودنمایی است و در مثنوی چنین کاربست شده است: کیست آن ظالم که از بادی بروت، ظلم کرده است و خراشیده است رود. مولانا در مثنوی همچنین ترکیبی گفتگویی چاروق و پاتابه را که در زبان تاجیکی معمول است چنین ifade کرده است: چاروق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. ترکیبی گفتگویی خری احمق نیز
که در تاجیکی معروف است در بیت زیر چنین قلمداد شده است: تو خری احمق ز اندک مایگی، بر زمین ماندی ز کوته پایگی. مثنوی معنوی جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین یادگاری های زبانی و ادبی و فرهنگی مردم تاجیک به شمار می رود. این اثری محتشم در برابری انعکاس موضوعهای گوناگون و تصویری حادثه و واقعه های مختلفی اساطیری و تاریخی و دینی و مذهبی با ذکر آیات قرآنی و احادیث نبوی به حیث بزرگترین منبع زبان آثار نیاگان نیز پذیرفته شده است. موادی درج گردیده مثنوی معنوی دلالت بران می کند که مؤلف آن از پهلوهای گوناگون زبان و غناوت و باییگری آن آشنایی کامل دارد. مولانا جلال الدین بلخی در طول حیات خود و کشورهای گوناگون فارسی زبان و مردم عرب و ترک سفر کرده، از باشندگان این ممالک بهره‌ها برداشته، زبان اثرش را در لباس سخن تاجیکی آرا داده، آن را با سبک خیلی روان و دلچسب ایجاد نموده است. از بس که این اثری محتشم از زبان مؤلف کتابت شده است، در آن آوردن معناهای مشکل و کلمه‌های دشوار فهم خیلی کم به نظر می رسند. به طور عمومی می توان گفت که مثنوی معنوی تجسمگری زبان ادبی و گفتگویی عصر 12 مردم تاجیک می باشد. همچنین اگر به دیده تحقیق به این اثر نظر افکنیم، در می یابیم که بعضی عنصرهای اسلوبی بیان و سبک گفتگویی مردمی بلخ و ماوراء النهر در آن انعکاس یافته است. به اندیشه محققان زبان غنی و رنگین مثنوی کم نظیر است در برابر کاربرد واژگان و کلمه‌های ناب زبان مادری. مولانا از کلمات و تعبیرات عربی و ترکی و یونانی نیز فراوان استفاده برده است. جهان جاویدان کلام مثنوی با وجود تحقیقات داماندار هنوز جنبه‌های زیادی ناآموخته دارد و به تحقیق جدی و عمیق نیازمند است. از مولانا جلال الدین چند اثری نثری نیز باقی مانده است که مهمترین آنها فیه ما فیه می باشد. می توان گفت که در این اثر فکر و اندیشه هایی در مثنوی در لباس نظم بیان گردیده به طریق نثر ساده تر و روشن‌تر تفسیر شدند. تحقیق گسترده زبان آثار بیزوار نظم و نثر مولانا برای از نو زنده کردن واژگان و کلمه ها و تعبیرهای ناب تاجیکی و مورد استفاده همگان قرار دادن آنها اهمیتی زیاد دارد. مؤسس دولت سلجوقیان شام تنیش ابن الب ارسلان بود که در سوریه سلطنت داشتند. سهم این دولت در رواج و رونق زبان و ادب تاجیکی فارسی در سوریه نظررس است، ولی متاسفانه از نمونه های نظم و نثر فارسی این عهد در این سرزمین معلومات کافی در اختیار نداریم.
در این عهد آثاری زیادی نثری هم به زبان تاجیکی فارسی تألیف و تدوین گردیدند که در بین این آثار سفرنامه ناصری خسرو، سیاستنامه نظام الملک، نوروزنامه عمر خیام، کیمیای سعادت و نصیحت الملوک محمد غزالی، فارسنامه ابن بلخی، مجمل التواریخ و القصص مؤلف ناشناخته، ترجمه و تلخیص تاریخ بخارای ابوبکر نرشخی، تذکرة الاولیاء فرید الدین عطار و غیره وابسته به سبک نگاریش و طرز افاده و بیان از اهمیت ویژه برخوردارند. شایسته ذکر است که سفرنامه در قیاس آثار دیگری نثری ناصری خسرو از قبیل جامع الحکمتین، زاد المسافرین، خان اخوان، وجه دین که آثار فلسفی بوده، در آنها اصطلاحات فراوان فلسفی به مشاهده می رسد، با زبان شیوا و شیرین و رنگین تعریف شده. در خصوص سفری 7 ساله او به جانب مکه و مصر نقل می کند. برای نمونه از آغاز این کتاب پارچه‌ای را منظور خواننده می گردانیم. چنین گوید ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسروی قبادیانی مروزی که من مرد دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدت در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرت یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 7 و ثلثین و 400 4437 1046 که امیر خراسان ابو سلیمان جغریبیک داوود ابن میکائیل ابن سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل دیوانی و به 5 دیه مروالرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه رفتم و 2 رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعر پارسی می خواند. مرا شعر در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذ نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدو نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. تا آن حال به فالی نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. در پارچه ذکر گردیده عباره قیران رأس و مشتری، یعنی به هم نزدیک آمدن رأسی سرطان یا رأسی جدی و سیاره مشتری، اصطلاح نجومی قدیم به معنی قیران سعد است که گواه بر دانش خوب نجومی ناصری خسرو می باشد. در سفرنامه
کلمه های زیبایی فراوان از قبیل دبیر پیشه، آنکه شغلش دبیری باشد، سرابوستان، باغی دارای خانه، باغچه خانه، کاریز، جوی زیری زمینی، باردان، ظرفی بارگیری، آبگینه، بلور، سفارینه، ظرفی سفاری، آسیاگرد، آبی که توانی گرداندنی سنگی آسیا را دارد، چک، سند و غیره به کار برده شدند که امروز نیز امکان دارد بعضی از این کلمه ها، مثلا کاریز، سرابوستان، باردان، چک، در افاده مفهوم های نوی به آنها نزدیک مورد استفاده قرار داده شدند. افکار زبانشناسی ابو علی سینا در تعریفات دانشمندان دیگری فارس و تاجیک از جمله ناصری خسرو گستریش و ادامه یافت. بحثی زبانشناسی ناصری خسرو نیز بحثی صرفی زبانشناسی نبوده، بلکه در زمینه افکار فلسفیش صورت گرفته است. از روی بعضی قید و اشاره های او در اثرهای فلسفیش می توان اطمینان حاصل کرد که وی از بخش‌های گوناگون علم زبانشناسی آگاهی کامل داشته، به منبع‌های نظری این علم آشنا بوده است. او در توضیح مسئله‌های مربوط زبانشناسی حتی از کلام موزون هم استفاده کرده است. مشک باشد لفظ و معنی بوی او، مشک بی بو ای پسر خاکستر است. اندیشه های زبانشناسی این فیلسوف بیشتر و بهتر در اثرهای او جامع الحکمتین، زاد المسافرین و خان الاخوان بیان گردیده است. ما اندیشه های این دانشمند معروف را دایر به علم زبانشناسی به اساس جامع الحکمتین او بررسی می نماییم. بحث جالب توجه ناصری خسرو در جامع الحکمتین در شرح نطق، کلام و قول دیده می شود. ناصری خسرو کوشش کرده است که تفاوت و ماهیت نطق و کلام و قول را روشن سازد و چنین می آورد: نطق مر نفسی ناطق را صفت جوهری است و آن مفهوم است و مفعول، نه مخصوص است و نه مشار، و قول از نطق اثر است و بر او دلیل است. چنان که چما کودکی خرد بینیم شیرخواره گوییم که مر او را نطق است، بی آنکه از او قولی شنیده باشیم البته. پس نطق نه تازی و نه پارسی و نه هندی و نه هیچ لغتی، بل قوتی است از قوه‌های نفس انسانی که مردم بدان قوت معنی را که اندر ضمیر او باشد به آواز و حروف و قول به دیگری بتواند رسانیدن. پس مران قوت را که این فعل از او آید نطق گفتند حکمای دین و فلسفه. از این توضیح محقق معلوم است که از نظر ناصری خسرو نطق چیزی است که منسوب همه انسان هاست،
صرف نظر از منسوبیت ارق و نژاد، اما قول و کلام در هر خلق و ملت خصوصیت‌های فرق کننده ساختاری دارد. در مورد کلام هم اندیشه های وی جالب توجهند. معلوم است که کلام هم در شکل شفاهی و هم کتابی واقعیت زبانی است. کلام واحدی نسبتاً تمام است که از مجموع جمله ها به اصطلاح ناصر خسرو قول تشکیل می شود. در ساختار کلام جمله ها سهمی مهم دارند و مضمون و ماهیت کلام و مضمون قول ها وابستگی دارد که این مناسبت آنها را ناصر خسرو خیلی واضح بیان کرده است. بسیار جالب توجه است که ناصر خسرو 3 زمان عمل را به مثالهای مشخص تأکید کرده است. زمان به 3 قسم است: یکی حاضر چو امروز و این ساعت، و دیگر گذشته دی و پریر، و 3 دیگر آینده چون فردا و پس فردا و چیزهای زمانی نیز بدین 3 قسم است. مؤلف وابسته به همین 3 زمان سهمی واسطه های قوه های ادراک را چنین معین می نماید: چشم آلت است مر ادراکی چیزی را که حاضر است امروز، و گوش آلت است مر ادراکی چیزی را که دی و پریر بوده است و گذشته است، و فکرت آلت است مر ادراکی چیزی را که فردا و پس فردا خواهد بودن. او اینچنین در جامع الحکمتین نام اثرش که تعریف نمایان او در علم فلسفه محسوب می شود، به قول فیلسوف یونان قدیم ارسطو تکیه کرده انواع سخن را این طور معین کرده است که هدف این گفتن نیز تأکید سهم معرفتی سخن یعنی جمله است. سخن چرا که 4 است، امر و باز ندا، 3 دیگرش خبر است و 4م استخبار. در جامع الحکمتین مسئله های مربوط علم زبانشناسی در زمینه بحث های علم منطق صورت گرفته است و این خود ناصر خسرو نیز در خاتمه کتاب اشاره می کند. این قصیده آنچه به ما رسید 82 بیت است و اندرو 91 سؤال است، چی فلسفی و چی منطقی و چی طبیعی و چی نحوی و چی دینی و چی تأویلی. این دلیل آن است که دانشمندان عصر میانه فارس و تاجیک اکثری مسئله های علم زبانشناسی را مثل دیگر بخش های علم در ارتباط با زمینه های پیدایش موقع آنها در معرفت عالم در پیوستگی با کاتگوری های فلسفی تدقیق می کردند. شما گفتاری 60 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرالی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله،
پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.